آیا از افغانستان میشه که اکانت امازون جور بکنیم؟ آیا با مشخصات افغانستان با اکانت بانکی افغانستان میشه در امازون اکانت جور بکنیم؟ این سوال است که اکثریت شاگردای ما از ما پرسان میکنن و اکثریت کسایی که نیت و اراده از ایره داره که تجارت خود را در امازون شروع بکنه این سوال در ذهنش است. امروز در این ویدیوی مهم به این سوال مهم جواب میدیم. سلام، من عرفان خان هستم و این ویدیو را خدمتتان تقدیم میکنم. دوستان عزیز، به خاطر از اینکه شما اکانت امازون جور بکنین در کل به دو چیز ضرورت دارین. فقط دو چیز که باشه شرکت امازون اکانت شما را تایید میکنه. یک اسناد هویتی است، یعنی یک سند باشه که هویت شما را تایید بکنه. کی هستین، از کجا هستین، کی میتونه تذکره باشه یا پاسپورت باشه یا حتی درایور لیسانس باشه. این اسناد هویتی را شرکت امازون از شما میخواد. چیز دیگه که به خاطر ساخت اکانت در امازون مهم است او داشتن اکانت بانکی است. شاید شما بگوین که ما اکانت بانکی داریم، فرضاً میگین که در عزیزی بانک داریم، در کابل بانک داریم، لیکن متاسفانه زمانی که حکومت جمهوریت سقوط میکنه بانک های افغانستان تحریم میشه. یعنی بانک هایی که اینجا هستن اکانت های بانکی از یار امازون قبول نمیکنه. با اون لحاظ یک مشکل هست که اکانت های بانکی را قبول نمیکنه. پس این مشکل چطور میتونیم رفع کنیم؟ شما میتونین یا ای که اقاربتون اگر در خارج باشه، در اروپا باشه، فرانسه مثلا، امریکا باشه، استرالیا باشه، اقاربتون اون جگه باشه، میتونین از اکانت بانکی از او استفاده بکنین. میفهمم شاید بعضیشان دل به خوش نکنن که اکانت بانکی خدا به شما بده، لیکن شما میتونین که بر از او بگوین که جدا از اینکه یک حساب خودشان دارن و مو روزمرگی های خودمو اکانت بانکی را استفاده میکنه، یک اکانت بانکی جدا با نام و مشخصات خودشان برای شما جور بکنن که قسم فکر میکنم خیلی راحت میآید. یک راه حلی شد. دوم، شما میتونین از اکانت های وایز اکانت و پیونیر استفاده بکنین. ای که وایز اکانت و پیونیر چی است؟ خودش یک نوع اکانت های اینترنتی هستن که شما میتونین با استفاده از یا در امازون اکانت سلر اکانت جور بکنین. یعنی اول در اوایل که بود وایز اکانت در اینجا کار میداد، یعنی اکثریت شاگردای ما از اکانت های وایز خود استفاده میکرد، لیکن بعد از مرور زمان وایز اکانت ها بلاک شده میرفت بالاخره پیونیر جور میشه که شاگردای ما هستن که از 2 سال به این طرف اکانت های پیونیر دارن و با واسطه از این اکانت امازون را جور کردن و در کنار از این میتونین از این اکانت در پرداخت های اینترنتی و بسیار از چیزها استفاده بکنین. پس میتونین از پیونیر استفاده بکنین و اکانت امازون را جور بکنین. اگر در رابطه به امازون سوال دارین در کامنت نوشته بکنین، انشاءالله بالای از او ویدیو جور میکنیم. خدا نگهدار همه.